علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز به خاطر سیر علمی خودم اسم مریم شیرزاد است. نگران یکی از استادان مکتب الهام تنویر هستم. نگران صنف چهارم زبور. امروز شاگردان خود به خاطر سیر علمی آوردیم برای ارتقای ظرفیتشان، به خاطر اینکه درباره فرهنگ افغانستان بفهمند، درباره محصولات افغانستان بفهمند. به این خاطر شاگردان ما آوردیم که بیشتر در مورد افغانستان و محصولات و فرهنگش بیشتر بدانند. به نظر من یک کم نمایشگاه وقتی شاگردای خود بیاریم، به نظر من این برشان بسیار خوب است. ارتقای ظرفیتشان بالا میبره، بیشتر میفهمند و بیشتر به دروس مکتب بیشتر خود بیشتر علاقه‌مند میشه. من ضرورت هیچی دارم که همه قسم نمایشگاه ها را برگزار کنن و تمام مکاتب به نظر من در اونجا اشتراک کنن به خاطر شاگردایشون، به خاطر مکتبشون. به نظر من بسیار خوب است. همین حالا که شاگردای ما آوردن و به بخش غرفه ها و چیزا رفتیم، شاگردا بیشتر مثلا درباره لبنیات فهمیدن، درباره که مثلا کالای افغانی از چی تولید میشه، همین قسم درباره سنگ های لاجورد و این چیزا بیشتر فهمیدن شاگردای